درود میگویم به همه شما دوستان، هموطنان، مهاجران، خواهران، برادران و همانهایی که نوارهای مرا تماشا میکنند. برای همه شما صحتمندی آرزو میکنم، زیرا مهمتر از همه برای انسان تنی به درد است، خصوصا در این شرایط، در این وضعیت. خودتان را و پیوندانتان را احتیاط کنید. هموطنان عزیز، به همه شما معلوم است که من چند وقت باز نوار آماده نکردم و در صفحه هایم نگذاشتم، اما دیروز یک نوار رو دیده نتوانستم که خاموش بیستم. یعنی بی‌طرفی بسیار کاری بد است، بی‌مسئولیتی انسان را نشان می‌دهد و من همچون یک روزنامه‌نگار و همچون یک نماینده فرهنگ تاجیک، صنعت تاجیک نمیتوانم نسبت کار و زندگی و سرنوشت هنرمندان بی توجه باشم. به خاطر که در برابر فعالیت کردن در روزنامه زن و مرد من برنامه‌های کنسرتی تشکیل میکنم در تالارهای با شکوه کشور، برنامه‌های سوال و جواب دارم در صفحه‌های اینترنتی. خلاصه این که با هم هنرمندان در رابطه، در ارتباط هستم و البته که نسبتی مشکلی‌های آنها نمیتوانم بی‌طرف باشم. همچون یک نماینده فرهنگ تاجیک، نماینده صنعت تاجیک، میخوام این لحظه همه شما را دعوت بسازم به یک کار خیر. به همه شما معلوم است که دیروز در همه صفحه های اینترنتی نوار آماده شد از هنرمند محبوب دلها مهربان روشن. مهربان را دوستانش فریب دادند، با او خیانت کردند و پوشیده نیست که در این زمانه دوستان خوب و وفادار خیلی کمند. من این را از دیده ها و تجربه ها و از زندگی خودم میتوانم بگویم و اثبات بسازم. واقعا در این شرایط خب اگر ما روی وظیفه هستیم، ما میتوانیم کاری رو، مشکلی رو حل بسازیم، پس دوستانمون در گرد ما پروانه اند، همیشه در پهلوی ما هستند، اما با اندک مشکلی آنها ما رو ترک میگویند و ما خیانت میکنند، ما رو غیبت میکنند، ما رو پس میزنند، ما رو تهدید میکنند، ما رو تهمت میزنند. این روزها و این چیزها و این سختی ها و این مشکلی ها را من با دو چشم سر دیدم و از سر گذرانیدم. شکرانه خداوند میکنم که ما هرگز تنها نیستیم، خدا داریم. با وجود آن که دوستان و بعضی از همکسبان و همکاران و پیوندان ما رو ترک میکنن، با ما خیانت میکنن، اما پروردگار همیشه با ماست و ما رو از همه حالت بیرون میبرد. باوری دارم که مهربان نیز از این حالت بسیار سخت و دشوار بیرون میبراید، چون او مرد است، خصوصا مرد تاجیک و مردان تاجیک ننگ و ناموس دارند، جرأت و جسارت دارند و میتوانند از همه حالت خود را بیرون بسازند. اما امروز که مهربانی روشن در غریبی است، نیاز به دستگیری ما و شما دارد. میدونید چی دوستان عزیز، اگر آنهایی که معرفی نیستند، آنهایی که شهرتمند نیستند، اگر کمبودی کنند، اگر خطا کنند، کسی توجه نمی کند و مردم نادیده میگیرند و میروند. ولی آنی که معرفی است، آنی که مردم میشناسدش، احترامش میکند، دوستش میدارد، کمی کمبودی و یا خطاگی کند، سامانوی میگردد، رسانوی میگردد و پیر و برنا درباره کمبودی و خطای او حرف میزنند و حتی چندین جمله های دیگر علاوه میسازند. مشهور بودن آسان نیست دوستان. شهرت خون دارد، درد دارد، رنج دارد، بیدارخوابی دارد. باور کنید انسان هایی هستند که سالهای سال کوشش میکنند، زحمت میکشند، صرف میکنند، مبارزه میبرند، اما محبوب نمیشوند، مشهور نمیشوند و آبرو را نیز پروردگار میدهد در نتیجه کوشش ها و تلاش ها و مبارزه بردن ها. و نفری که آبرومند است هرگز نمیخواهد که نوارهای بد آماده بسازد و یا خطاگی بکند، به خاطر که او انگشت نما می شود و مردم نسبتش نگاهی بد، فکری بد و خلاصه بد می برارند. اما ببینید که مهربان روشن با وجودی آنکه اینقدر محبوب و مشهور است و مخلصانی بشمار دارد، دیروز نوار آماده کرده و از همه ما و شما کمک خواسته است. معلوم می شود که او مجبور شده است، او با درد آمده است
آسان است دوستان، بله آسان است. اما دوستانش او را ترک کردن، با او خیانت کردن، فریبش دادن. ما و شما باید که او را تنها نگذاریم، او را ترک نکنیم و وابسته به شرایط و امکانیتمان دستگیری بکنیم برادر هنرمندمان را. بی‌طرفی بسیار بد است، بسیار خصلت بد انسانی است. وقتی ما و شما نسبت اطرافیان، نسبت پیوندان، نسبت اونهایی که واقعا نیاز به ما و شما دارن بی‌طرفی ظاهر میکنیم، این بسیار بی‌مسئولیتی است. برای همین از همه هنرمندان و اونهایی که وارد شو بیزنس هستند، صنعت هستند، خواهش میکنم که سرجم شوید و وابسته به امکانیت و شرایطمون دستگیری بکنیم هنرمندی محبوب دلها مهربانی روشن را. و دیروز من بعد دیدن نواری مهربان و یک چند برادران صاحب کارم که در فدراسیون روسیه کار و زندگی میکنن خوب در علاقه برآمدم و از آنها نیز دعوت کردم که دستگیری کنند مهربان را و آنها راضی شدند. من نیز سهم خود را میگذارم وابسته به شرایط و امکانیتم. شما نیز بیایید با ما همراه شوید و دستگیری کنیم مهربانی روشن را. بر سر فرزند آدم هرچی آید بگذرد، این روزها میگذرند، اما دستگیری های ما، نیکی های ما همیشه در قلب میمانند. میگویند که زنده و جاوید مان هر کی نکنام زیست، که از عقیبش ذکر خیر زنده کند نام را. ما باید کارهای کنیم، عملهای کنیم که حتی بعد مرگمان نیز ما را همه یاد کند، همه ناممان را به زبان بیارد و البته که با نیکی، با خوبی. و ماهی رمضان که ماهی خیر و سخاوت است، ماهی عملهای خوب است، ماهی بخشیدن است و دستی کمک دراز کردن به نیازمندان است. بیاید یک جای شویم و دستگیری کنیم آنهایی را که به ما و شما نیاز دارند. باور دارم که مهربانی روشن انشاءالله اگر به وطن برگردد همه نیکی های ما را برخواهد گردانید، چون او مرد است و در نوارش نیز گفته است، حتی گریه کرده است. باور کنید امشب نوار او را دیده به گریه آمدم، دل و جگرم به سوزش آمد و من با او در ارتباط می شوم و وابسته به شرایط امکانیتم دستگیری می کنم مهربانی روشن را، چون من نیز صنعتکار هستم، هنرمند هستم و با آنها در ارتباطم همیشه. شما نیز بیایید در این کار خیر با ما یک جای شوید. تا دیدار، تا صحبت های دیگر، خدا حافظ دوستان عزیزی من.